مرگ قناق تو شکل من 2 ساعت پیش مادر خود دیروز یاری کردم نه جو یه غلیف بار پخته کنین که من خوش دارم غلیف بخورم صبح با پا چایا تا به صبح 10 دفعه من غلیف خوردیدم که من صبح خودم خودی چایا خو غلیف بخورم تو غلیف میبینی به تعدیق هم جا غلیف خشتی میقدری یا اگه من سوخت غلیف را کلماتو نکشیدم که من پدر ندارم تو سو کن لالا رمزو هستی نه چی من امینار نیه امینار من تیار نکنم اگر امی برار مگیله و فکری باشه که بالا این پوخار بپوشه که زمستون امینا بارش نکنه امینا وازوقی امی گواه امینایه امینا بارش نکنه که ترسه که می گواه نخورم به کی بگی چی بگی سال من 12 مفی با ما کار نکه که به درد ما بخوره بله این دیگه اینجا دستون را خونی خیریت بود دستش بلم نرم کدیدن در پیش بدید لطلق میدادی وامشو بگو لالا رمزون بیه بله. ما دیدی همین دیگه بشینی که ما به شما کار داری البته چی میکنی خان بشینی من از شما یک سوال میکنم بگم لالا رمزون همین همسایه یادگیری تا کی تا به کی همسایه دست شما اذیت باشه چرا ما چیکار کنیم که همسایه دست علی بیشتر ما چیکار کنیم برادر ما بلا شما استادیم همسایه شما شده چی گپ که چیزون که ما همسایه همین دیرو مادر شما به سلام پخته نداشتم خب این به همسایه سری شد صبر کنی الان ما به شما میگم مادر ما تحت نور برای ما غلیف پخته کرده بیدم همین تا به شما گپی بگم که همین مغز سر شما هنگ کنه هم خنده کنیم هم میتو تعجب کنیم عقل پروفسور نمیکشه عقل براد ساده شما بکشیده به این کارا مادر من به غلیف پخته کردم به تحت نور گذاشتم مثل که مادر شما به سرا شما بگفته بیدم گیلک بفهمیده گیلک جو میای به سرا ما قرار کرده غلیف را تعدیق بر بداره دیگرم نمیبونه هوشیاریه به این کارا براد شما به جا غلیف به تعدیق خشپاشی بگذاره که همیت مغز سر من کرد مادر من صبح غلیف را تحت نور بر میداره میاره سر چایا که ما بشینیم غلیف بخوریم چای صبح خودی چایا سرده گواه میکنم به تعدیق اهمیت خشپارچی سمختر این کار کی بوده خدا یا چکار کنی این کارش دادن بی عقلی بوده که به تعدیق خشپارچی در همه غلیفار بردشتی نگفتن گردن من اگه علم گورم آقا باشه همی که بده شدم تا کوچه همی که این بر گفتو یک دفعه شامت بیا ما گفت ما بدیدم غلیف شما کی بردشته گیل لگه در سلا شما به دست غلیف هم به دسته هی میدشته یعنی لالا رمزونی کارا خوبیت داره من میگم شما بگید برادر من می مادر شما که به سر ما نون پخته کرده بیدم یک غلیف که پخته میکرد بگی لک غناق میکرد غلیف ها ما را تحت نور نمیدون کار خوبی نیه دیگه برادر ما بلا شما افتاده یعنی شامت به دستی و بدیده بیده که اونا غلیف بده بله یا برادر بدیده که از اون در سر ما بدر میشه مثل دوزای فیه میته فرار میکنه پوک بدن میده میجه میره کارا خوبی نیه دیگه اول که کسی جان بفهمیدی او اشتباه کرده او غلط کرده کی کار کرده با خنده که من بکردم به خاطر از اینکه کار تعجب آور کرده که به جامی غلیف سه که تو همه زرق بکشیده که خیش در ورده خیش خدشته خود تو باشه که جیر یک دفعه ما خونه برم من باز بفهمیدی درسی بزوی بودم که تا زمانی که زنده باشه یاد غلیف دیگه نکنه دردن من معموخ در غلیف خوش دارم قدیمی چشماخ من غلیف بیشتر مایو اگه ما کفت از این غلیف امروز اکور ما برای شما یه لگ نگیشید اسم خود کجیر نمیخورم خیره باشه که جیجان شما صعب بکنیم ببینم خیره باشه باز ما مادر هم میگم که بزو غلیف تیار کنم بفهمید اوکی دیگه برادر با بلا شما که ما نفتاری خیره باشه همه هر کاری برای شما بکنه خیره برا جوال کوه میت سادی دیونی همه چه کار کنم چی رانه میبینیم اینجا میایم یکه همین کار بار همه میاد یکه به سر میکنه او اینجا تا جون بخوی بری بره نه گپ نه گفت نه نصیحت نه در نه ولات برادر من گوشی بگیریم بیانیم برو به سر کار این جا نمیره همسایه حاضری هم نمیره تو عدل ما چی خواهد داری 100 دفعه بیاردم اینجا بوشون و پس از اینجا بجید فرم داریم 4 تا بلنگای بزنی چه کنیم آدم با ما بر میفهم اونو تو سعی که تو
مرگ مفاجاه تو بخوری به خاطر یک قلیف تو هم ابرو مار به پیش همسایه ببردی و برفتی اونا رو مسخره میکنی به تا دیگه نا خشتی میگذری به خدا بگیر ملعه تو تو صاحب بکو گیلا گردن و بنده گازی می در سرام و تیر نشی پرچکاتور میشکنم اونا آقا توشه به خیر خوشی گیلا مرگ مفاجار بخوری امو غلفار نمیخوردی بیشتر غلفار مدر ما با پخته میکنه باشه کجا بدی کجی؟ برفتم در سرای اینا گفتم رمزون میه برفتم دبادم باختی با پیش رمزون خب بنداد این رمزون رو رب نقطه کتم با خدا نیه آگه گیلا آگه تا پیش مبره این رو بیامد حتی تنون ما غلف مار جنده سبا رو میایه چیز دگی میتونه پس سبا میایه چیز قیمتی میتونه تصرام چند رقم چیزه حالا برای در خلف دگمو سامونا چیزی برداره ببره بفرشه تا اون رو کی بده ماما میگفتم ماما برای رمضان بگفتم برادا تا کی دیگه ما کار اشتباه گیلک نادیده بگیریم تا کی ما به گیلک چی نگیم عدست بی گیلک کمی مرغا رو آسمون دیگه به فقان آمده ما که همسایه نماده یه دیال بخواه که رده چیز کجا بگیم؟ تیبو برک به سر این دیکنه این سر محله بفهمیدی؟ برای عظمید اما از مقدر را برفتن جنجال کردن حالا ما بیرشنه که ما برک یه قدم رای بگم اونم برای خودی رای که من خودی از جور نیم بگم این هست بگم دگرم با شما میاره تو بگیره تو میده بگی ما رمضان هم مقدر جنجال نکردن که آگه دیگه سردیله و سلام ما منده باشه تو همیته برو یک قدم حالا بگم خودی از جور نیم من مولا گفتم من نمیگفتم برو هر کسی بجیرم تو ما دست کسی رای که برو دیگه یک قدم آگه همون دیکوندار با تو کلمه دیو کرد آگه من نرفتم دم دیکونی پولم نکردم یاره هرچی جنگ نمه برو ما آفری بگم باز گفته که پولا کادگی شما رو میارم برو اما چی دل تو بیشیده مرار ما قوت نداره مرارم برو یک قدم دل تو بیشیده میگم بوده با خودت پولا خودی دل تو بیشیده آدم رو دیکوندار جنگ نکردم یک قدم میشی برو بیا چندیه با دیونی سرقی بجیرم تو نه که خودت جنگ کنی چندیه پولا 500 500 گیلک دیونا بجیرم تو نه چندی دیگه حساب دیشتی هفتنی سر باشین 2 ساعت دیگه بونده بگو نان یا میدیم برو خوبه سعی چی میگم بفهمیدی با خدا از دیونه رخ نشی اگه او دیونه نبینم اگه ایته او را سر خب بالا نکرد به تاجو نداد و مثل همین مرغوی ها خود نکرد من پدر ندارم ایش بخون من میگردم بله یا خدا بال تو اگه من اون دو پرز ندادم خوب که بدون که من برار تو نیام چی بگی چه کار بکنم ما دست دادی روزی نیه که مردم بقیقه داد نشه هر من باشه تا خفتن میرسونه اشته مزه میده مادر عبا چی بنداخته به تازینا تخم مرغ انداخته جوز انداخته میگم صدقی تو خجالت نکشیدی که بیامدی بودی تحت نور غلیف وردشته باشی و از غلیف خشت گذاشته بودی به تدک که مولا امروز صبح سر سفره دیگه بیاورد که غلیفار بخوریم با از غلیف خشت برچی بیدک گبزه دمی که مالا بعدش ته چوپی گبزه دیگه چرا گب نمیزنی چه؟ اوه بیلا از صبح تا غلیفار نگاه داشتی حالا کن غلیف میخوره خجالت بکش من توی چی نمیگم اگر اون کجی بودم تو نبینه تو فرش زمین میکنه بفهمیدی چای نکیته میگه مادر تو میگذارن که به خونه بیان نون پخته کنه نکشه من تا گوشت میزنم بگه تو به در سراخ و ببینی یا مادر تو بیا نون پخته کنه با تو تیار میکنم بفهمیدی کله بنا کل تو سیکو بیام و غلیف از ما بسند بخورده
بله ندارم. کاش که میخوردم، همه لقه میخوردم. شکم بدبخت بیچاره سکو حسابی چی ندید. نصف صبح خوردم حاله. دل یاره دل یاره دل یاره دل یاره دل یاره دل یاره لبم سرا من خسته. چی میگی؟ خدا درد چرا میزنی؟ بچینو گل دست دست چرا میزنی؟ تو صبر کن، تو یک بجبی خود پنجه تو خورد. الهی شکر. تو کله خود کله گنده خوب. اگه تو یکه بودی به تعمی کوچک و یکه بودی چرا برفتی به مادر عباس گفتی که مادر که جیرک مادر عباس گفتی بودی که گیلک بیامد حتی تندور شما خلیفه بجونده. خوب کار کردم بگفتم تو چرا دوزی میکنی؟ من به پیش تیستاده تو خوب کاری کردی. چرا میزنی گلت؟ صبر کن چی گفت؟ چرا میزنی؟ بگیری صبر کن. این برای تا از دونو خور به خل انداخته. چی گفته؟ مادر عزیز دا شرف خور کرده. چرا چیکار کردی بودی؟ این گفته که تو تندور برفتی به تا تندور برفتی خلیفه بجوندی. این گفته بوده؟ ها کی گفته بوده؟ عباس اینا مادر عباس. کله تر گردن من بند باشم. راست میگه. گیلک مرد دوزیه تا حال مرد دوزیه. ما خود به چشما خود دیدم از سرانو بیرو که بوشون. برو تامین نکن برو. خوب کار کرد که تو برو. خوب کار کرد. تو کار دارو. بله. یا میت جوانه که تاوال به این منطقه ما ندیدیم که سیخی یادم ور. بله. گفت خلیفه بود. با دوزو. گیلک. همینجی دیوال گرفتم تقریبا 80 90 متر میشه. تقریبا چند میشه؟ 80 90 متر. امیر به خیر خوشی گفتم بریم که امیر خودت شروع کنیم به دای کردن. گل تیار کنیم به خیر صبح شروع کنیم به چینیم. گردن من باشه نصف غلیفه خوردم. میگم نصف غلیفه خوردم. نه. گفتم نصف نون خوردم صبح. انا که همیت دل من گلنگ میکنه گشنگی. حال هم برارم که حال هانی 100 200 دیگه نمازشون میشه دیگه. خب بریم برارم که گل تیار کنیم او بگیریم صبح به خیر خوشی شروع کنیم امور بچینیم امور که به گردن مونه که مگار خلاص کنیم. بریم من تام دیوال بریم سیکو. تو که باز عقل تو به متر یگا پا نمیکشه فقط تو گل آماده بدیش تو باش به دست اومدیم میچینیم چیندانه به دست اومد. ما خود مرتقه گاب زدم. چنده؟ امیر که تکمیل کنیم همگی آماده کنیم برای تسلیم کنیم با 15. خب به ما چند نمیده؟ به تو 5000 میدم. خرج تو را میدم دیگه. صبح چاش خرج تو را میدم. دیگه 5000 به تو بدم کمه. چاش چیه؟ چاش هم شوروه. هر روز نمام. خب با تو یک روزی با برین میدم. تو. صبح هم به تو چای شکر. دیگه چی میگی؟ بله تیز. پولای نقده دیگه. بله.